سلام، خیلی خوش اومدید به این ویدیو. توی این ویدیو قراره که بخش محصولات دسته‌بندی دیجیکالا رو با هم دیگه طراحی بکنیم. منظورم دقیقاً همین بخشه. تا آخر این ویدیو همراه من باشید. بزن بریم سراغ ویدیو. خب ویدیومون رو شروع میکنیم. بریم سراغ ویرایشگر المنتورمون. خب ما یه سکشن 4 ستونه نیاز داریم که باید بسازیم. خب پس من یه دونه فلکس باکس انتخاب میکنم و 4 ستون رو انتخاب میکنم. خب یه دونه عنوان، یه زیر عنوان و یک شبکه محصول. این شبکه محصول که میخوایم ایجاد بکنیم با تصویره و نمیتونیم به صورت شبکه‌ای که بره محصولات رو داینامیک از توی منوی محصولات ووکامرس بره بخونه، نمیتونیم اونطوری ایجادش بکنیم. خب چون المانی نیست داخل قالب وودمات، همچین المانی نیست. طبق معمول بیایم داخل تب پیشرفته، روی این قسمت کلیک میکنیم، میریم داخل تب پیشرفته. حاشیه خارجی از بالا رو میدم 60 پیکسل. خب میام اینجا از المان سربرگ استفاده باید بکنم، ولی خب قبلش جهتیابی همه این ستون ها رو باید به صورت ستونی قرار بدیم. خب سربرگ، 2 تا سربرگ ما نیاز داریم. اینم سربرگ. خب نیفتاد داخل این ستون، مشکلی نداره، الان افتاد. خب اولی رو میام تگش رو، تگ HTMLش رو میذارم h4 و عنوانش رو میذارم مثلا کیف و کاور گوشی. پیوندم نمیخواد. بریم داخل تب استایل، ترازبندیش همون راست، تایپوگرافیشو اول سایز و رنگش رو مشخص بکنیم. سایزش چقدره؟ فونت سایزش 1.6 REM هستش، درسته؟ آره 1.6 REM، ولی اگه بخواید به صورت پیکسلی درش بیارید میشه 16 پیکسل. 1.6 REM هم بذاریم مشکلی نداره. 1.6 REM خیلی بزرگ میشه، همون 16 پیکسل میذارم. همون 16 پیکسل بذارم بهتره. خب وزن فونتش 700، فونت ویتش 700 و خانواده فونتش هم که دیگه میدونید، ایران یکانه، وب بولد فانا. آره رنگش رو هم میتونیم از این بخش کالر در بیاریم. میتونیم بیایم داخل تب استایلز، روی هر جایی از اینجا کلیک بکنیم، روی اینجا مثلا کلیک بکنیم، بیایم اینجا و بنویسیم کالر یا بک‌گراند، یه چیزی همینجوری وارد بکنیم اینجا. بیایم و این آیدراپر یا قطره چکون رو بزنیم و این رو هم بیایم و انتخاب بکنیم. خب یه همچین رنگیه، ولی خب من دقیقش رو میتونم از توی این قسمت در بیارم. خب بیام اینجا این زیر عنوانه رم بر اساس سلیقه شما تگ HTMLش رو بذارید P یا اسپن، من تگ P میذارم. استایل، تایپوگرافیش بیایم اینجا روی خود این متن کلیک راست، اینسپکت، فونت سایزش 11 پیکسل، فونت ویتش هم 400،
11400. خانواده فونتش ایران یکان وب رگولار خالی. خب به نظرم خیلی کوچیک شد، ولی خب حالا بذاریم ببینیم چی میشه. رنگ متنش رو هم میتونم از همینجا در بیارم. آره به این شکل. خب انتشار رو میزنم و بریم ببینیم که چی داریم. پیشنمایش تغییرات، بیایم پایین و یه همچین چیزی داریم که به نظرم خیلی قشنگ شد. خب بیایم سراغ اینجا. یک شبکه 4 تا یعنی 2x2 ما باید درست بکنیم. میتونیم 2 تا ردیف 2 تایی ایجاد بکنیم. میتونیم 2 تا ستون 2 تایی ایجاد بکنیم. من ترجیح میدم که 2 تا سطر ایجاد بکنم. پس اول میام یه دونه کانتینر اضافه میکنم. 2 تا کانتینر میخوایم زیر این المان ها. این یکی، یه دونه از این تکثیر میکنم. خب حالا جهتیابیشون باید ردیف افقی باشه، جهتیابی افقی، و 2 تا تصویر باید داخلشون قرار داده بشه. تصویر اول و تصویر دوم به این شکل. خب تصویر اول رو من انتخاب میکنم. من از قبل تصاویر رو آپلود کردم و میام. اولین تصویر چیه؟ این تصویره. خب اینا هر روز هم تغییر میکنه و اینا چون تصاویر رو من 1 روز 2 روز پیش ذخیره کردم فرق میکنه با این تصاویر، ولی خب مشکلی نداره. خب این 2 تا تصویر میتونیم بهشون پیوند هم بدیم. پیوند رو من بذارم روی شارپ. اینجا هم پیوند، آدرس سفارشی شارپ، و میام اینو پاکش میکنم و از این تکثیر میکنم و فقط تصاویرش رو تغییر میدم. اینجا از بخش تصاویر میام این و این رو انتخاب میکنم. خب انتشار رو میزنم. هنوز چیزی که ما میخوایم نشده. چرا؟ چون هنوز ما یه بوردر اینجا نیاز داریم. ولی خب فعلا ببینیم به چه شکل شد. که ببینید یه چیز خیلی قشنگی شد. خب حالا ما باید یه دونه بوردر دور این بندازیم. اول اجازه بدید من یا نه بذارید بوردر رو بندازیم. میزنم روی این ستونه داخل تب استایل، تب حاشیه. نوع حاشیه رو میذارم 1 پارچه و میذارمش. قطر این رو میتونیم در بیاریم که من الان قطرش رو بهتون میگم. 57 14 29 پیکسل. 57 نمیشه. همون 1 پیکسل من قرارش میدم. همون 1 پیکسل چون خیلی دیگه کوچولو میشه. رنگ بوردر رو هم این رنگ RGB 224 224 226 به این شکل. و اینم از این. یه پدینگی هم دارد. 1 پدینگی یا فاصله داخلی هم داره. از بالا و پایین 8 پیکسل و از چپ و راست 20 پیکسل. از بالا و پایین اینجا از بالا و پایین من از بالا و پایین 10 پیکسل میدم. یکم 8 پیکسل احساس میکنم کمه. چپ و راست هم 20 پیکسل. انتشار رو میزنم ببینیم که چی داریم اینجا. خب یه همچین چیزی اینجا داریم که خیلی هم قشنگه. میتونیم یکم فاصلش رو بیشتر هم بکنیم. فاصلش مثلا باشه 15 تا، از بالا و پایین 15 پیکسل باشه که تقریبا شبیه
دیجیکالا بشه. آره. خب حالا اگر دقت کنید این گوشه و این گوشه انحنای حاشیه داره. اینو من میذارم و وقتی هر 4 تا ستون رو ایجاد کردیم درستش میکنم، چون هر 4 جهت این ستون نیست این گوشه گردیه یا انحنای حاشیه و فقط این آخریه بالا سمت چپ و پایین سمت چپ، اولی هم پایین سمت راست و بالا سمت راست باید انحنای حاشیه بگیره. من فعلا این ستونهای خالی رو پاک میکنم، این ستونهای خالی رو پاک میکنم و از این 4 تا تکثیر میکنم. من دیگه برای اینکه وقت ویدیو هم گرفته نشه تصاویر و عنواناشو تغییر نمیدم، شما میتونید تصاویر و ایناشو تغییر بدید. خب اینم از این. حالا ما کاری که انجام میدیم ستون اول رو انتخاب میکنیم، میایم داخل تب استایل، داخل تب حاشیه، انحنای حاشیه. انحنای حاشیه رو باید بذاریم از راست چقدر باید داشته باشه انحنای حاشیه. بریم ببینیم 16 پیکسل. 16 پیکسل باید انحنای حاشیه. از راست بزنید 16 پیکسل، از پایین هم بزنید 16 پیکسل. الان اگر ببینید من نمیتونم هاور کنم روش، ببینید این دورش اومده و انحنای حاشیه رو ایجاد کرده. خب میایم آخری هم مخالف اونا دیگه، یعنی بیام داخل تب حاشیه، یعنی اونا رو ما راست و پایین رو گذاشتیم، اینو باید بذاریم روی چپ و بالا. 16 اینم 16. انتشار رو میزنم، یه چیزی نمیشه گفت تقریبا مثل دیجیکالا، واقعا عین دیجیکالا طراحی کردیم و به این شکل شده. ضخامت حاشیه ها هم اینجا یکم زیاد شده. میتونیم چیکار بکنیم؟ میتونیم بیایم مثلا به این ستون بگیم که شما سمت چپت حاشیه نداشته باشه و از اون طرف سمت راست این ستون حاشیه داشته باشه. الان نگاه کنید ضخامت این حاشیه کم شد، درسته؟ خب الان من مثلا میتونم دوباره بیام به این بگم که اینجا داخل تب حاشیه شما چپ نداشته باش، راست هم نداشته باش، یعنی نه این طرف رو داشته باش نه این طرف، به جاش این ستون بردر سمت راست داشته باشه و این ستون هم بردر سمت چپ. انتشار رو میزنم و صفحه رو رفرش میکنم. میبینید که دقیقاً مثل سایت دیجیکالا این قسمت رو هم طراحی کردیم. البته یه نکته هم هنوز مونده، این که اینجا پایین هر تصویری یه حالت بردری ایجاد شده. خب یه بردر ایجاد شده که اینو دیگه با عرض پوزش نمیشه ایجاد کرد و دیگه تا همینجاش کافیه. امیدوارم که این ویدیو هم براتون مفید بوده باشه. البته یه چیز دیگه هم هست که اینو توی جلسه بعدی با هم طراحی میکنیم و میذاریم پرفروشترین کالاها و این دکمه این پایین رو با هم دیگه طراحی میکنیم. امیدوارم که این ویدیو هم براتون مفید بوده باشه. موفق و پیروز باشید.